سلام سکسی های من به چنل ممام خیلی خوش اومدید. امروز اومدم 10 تا از خاله های برتر وطنی رو بهتون معرفی کنم که تو صنعت جذاب پورن شرکت دارن. امیدوارم که تو این ویدیو دست به صابون نشید. لایک و کامنت هم کردید نکردید پشمای تخمتون. امیدوارم خوشتون بیاد. بریم مرا ویدیو. خیلی خوب رفقا، با اولین خاله وطنیمون شروع میکنیم که اسمش از نسرین علوی یا همون نسرین کارامل که خیلی هم معروفه. از 2007 تا الان داره میده. ماشاءالله به این کمر خدا وکیلی. یعنی از 18 سالگی تا الان و از سال 1985 به دنیا میاد. مثلا ببین سال به دنیا اومدنش هم مقدس و الان 34 سالشه و متاسفانه بازنشسته شده ولی هنوز فیلماش به یادگار میمونه پیشمون. خب رفقا، اسم خاله دوم وطنیمون هم هست آیلار دیانتی که بعد از مهاجرتش از ایران به آمریکا معتاد میشه و مجبور میشه به صنعت پورن راه پیدا کنه. بعد از این صنعت دیگه افسرده میشه و مجبوره که از این صنعت خداحافظی کنه و چندین بارم دست به خودکشی زده، ولی خب فیلم‌های بسیار زیبایی بازی کرده. پیشنهاد میکنم بهتون. خاله شماره سوم اسمش از مدینه جهانشاهی که از 21 سالگی تو این صنعت شرکت میکنه و فیلم بسیار زیادی هم داره، ولی متاسفانه ایشون مرده و قبل از مرگش هم ایران و عربستان بهش میرسونن که هر جا بگیرن سرشو میبرن چون ایشون شیعه بوده. خب دوستان، خاله شماره 4 هم سارا علیمه است که از وطن خودمونه ولی متاسفانه آمریکا زندگی میکنه. هنوز هم داره با شرکت برازرز کار میکنه و در قید حیات و فیلم ها خیلی زیادی داره پخش میکنه، ولی خب چه فایده که خرابه متاسفانه. جایگاه شماره 5 هم تعلق میگیره به نادیا ملینا که ایشون آمریکا زندگی میکنه و ویدیوهاش هم برای ویدیوهای بزرگسالان بوده. ایشون پیره ولی خب در قید حیات نیستن و تعداد خیلی کمی هم فیلم بازی کردن، ولی خب همون تعداد فیلم هم راضی کننده بوده. جایگاه شماره 6 هم قرار میگیره برای سارا رحیمی که ایشون هم پورنستاره. متاسفانه از 6 تا سارا 2 تاش پورنستارن. حالا بگذاریم سال 2000 میره آمریکا و اونجا شروع میکنه به انجام دادن فیلم های پورن، ولی خب متاسفانه ایشون هم کنارکشی میکنه و تعداد فیلم ها خیلی کمی بیرون میده. خاله شماره 7 هم که من بسیار به ایشون علاقه دارم اسمش از مرسدس خانی. مدل گرامره، یعنی از کلوچه عکس میگیره. از کلوچه نه، از کلوچه ها، یعنی همون دافای خودمون. سال 2005 مهاجرت میکنه با آمریکا و شروع میکنه به دادن، یعنی همون فیلم های پورن، و چون بدنساز بوده مشکل مقعدی براش ایجاد میشه، دیگه نمیتونه فیلم بازی کنه. کلا یه دونه فیلم داده که واقعا کارش درست بوده داخل اون یه دونه فیلم. خاله چادری شماره 8 هم اسمش از مرجان فریتوس. متولد 1970 تا 2008 هم شروع میکنه به دادن، یعنی از 2008 به بعد شروع میکنه. ایشون هنوز که هنوزه داره فیلم بازی میکنه و خوشش نمیاد دست بکش و تو یه دونه از مصاحبه‌هاش گفته که خیلی علاقه به این کار داره. شماره 9 پورنستارای ایرانمون اسمش از صبرا سکسی که به سکسی معروفه ولی اسمش از صبرا. سال 1980 به دنیا اومده و از ایران مهاجرت میکنه به اسرائیل. اونجا تمام فیلماشو داره اجرا میکنه و هنوز که هنوزم ماشاءالله این هلو رو هوا میزننش. بله. خاله بدبخت شماره آخرمون هم اسمش از پرسیا. سال 1954 به دنیا میاد. خیلی پیر هست ایشون و سال 1981 با یک سیاه‌پوست اولین فیلمش رو اجرا میکنه، ولی قبل از اون یه شوهر میکنه که از ایشون طلاق میگیره به سرعت به دلیل اینکه حالت تناسلی این شوهرشون بسیار کوچیک بوده و راضی کننده نبوده و این مرد سیاه‌پوست هم متأسفانه با دستگیرش راضیش میکنه و این زن علاقه به صنعت پورن پیدا میکنه. خب رفقا، این ویدیو هم تمام شد. تا اکتشافات سکسی بعدی، شبتون پر از جذابیت.